شیخ منصور مولوی جونی را خدا رحمت کند که حکایه میکند، شاید به همین حکایه موضوع امروز ما انجام دهیم. در باب همین که از راه گذر، از قد راه، آن چیزی را که ضرر است و یا می برداری که نشانه تواضع ما را نشان میدهد، میگوید پدر را یک شب او دید در خواب، پریشان حال بین جمع احباب. شیخ منصور وقتی پدرش میگوید با دستی خود برد در همون لحد گذاشت، شب میگه در خوابش دید بسیار پریشان حال است. بگفتش ای پدر چون از حالت، چرا زرد است گلگونی جمالت؟ میگه در خواب دیدش که پدرش خیلی چهرهاش زرد است و بسیار پریشان خاطر است و خیلی ناراحت است. و پدر گفت من وقتی تو را در قبر ماندم این رخساره های تو لالگون بود و وقتی تو خوش بود، تو عالم بودی، تو مدرس بودی، چرا امروز اینقدر چهره تو زرد است در این عالم ارواح؟ بگفتا صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از بند. همان زمانی که ای جگربند من مرا در قبر گذاشتی و مرا تنها در خانه قبر ماندین و خانه که رفتین، این زمان گفت یک مشکلات بالام آمد. چی مشکلات بود؟ ندا آمد چی آوردی به درگاه، چی داری از عبادت تو شیرا؟ همین زمان میگوید این ملائکه ها از من سوال کردند به این خانه قبره که اینجا صندوق عمل است چی آوردی؟ از عبادت چی داری پیشنهاد کن؟ پدر شیخ منصور چی گفت؟ بگفتا 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و طاعت، زهد و تقوا. گفتن ای پروردگارا آخه ذاتی تو دانا و شنواست، من از روزی که تولد هستم، از روزی که به بالغ رسیدم هر سال حج میکردم، 60 حج کردگی هستم. تمام سالی که به بلاغت رسیده بودم روزه میگرفتم، نمازها در اشتراک داشتم. چی شد بعد؟ جواب آمد نشد این جمله مقبول. بیا لایق در این شایسته محصول. این زمان میگوید جواب آمد که بلرزیدم به خود زان وهم چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. حضرت میگوید چنان جواب آمد که وجودی مرا لرزه گرفت و این سرهای دندانو میگوید از ترس پروردگار همه شکست. چی ندا آمد که این 60 حج تو، این تمام عبادت تو انسان به درگاه خدا قبول نشد. یقین دانین حدیث صحیح از ابو هریره است که روایت او را مسلم میکند. میگوید چی میگوید پیغمبری خدا؟ قاربو و سددو، مردم مسلمان حقیقت طلب باشید و پایبند حقیقت باشید. و علمو انه لن ینجو احد منکم بعمله. قالوا یا رسول الله ولا انت ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه و فضل. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند ای امتان من، یقین دانید که عملهای شما را نجات دادن نمیتواند. این عملهایی که ما میکنیم، گفت پیغمبر، در دوام این قدر نعمتی که خدا مرا داده است، یک نعمتی شنوایی را بین، یک نعمتی که اگر یک جای تو بیمار شود تمام دولت میتی که همین تن من صحت شود. یک صحتی که خدا به ما داده است، در برابر این نعمت هرچی خدا را ما عبادت کنیم عبادت به جا آوردن نمیتونیم. با عملهاتون پیغمبر خدا ننازین گفت، زیرا عملهاتون شما را در روز قیامت دستگیر شدن نمیتواند. صحابه گفتند و انت یا رسول الله، تو را هم عملهات دستگیرت نمیشود؟ گفت ولا انا، مرا هم گفت عملهام دستگیرم نمیشود. الا ان یتغمدنی الله برحمة منه و فضل. تا اگر رحمت پروردگار نجوشد، تا اگر در رحمت او غلیان نکند، بنده را گو خداوند هیچگاه نمیبخشد. عملش او را نجات دادن نمیتواند تا اگر رحمت پروردگار بیدار نشود. این شیخ هم همین جواب آمد. حضرت گفتن خیلی لرزان شدم. بعد این چی شد؟
ندا آمد که روز یاد داری، گرفتی خارک از راه گذاری. مبادای خلد در پای مومین، بیازارد کفی جوینده دین. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردیم جای تو در قصر جنت. پروردگار گفت ای شیخ این 60 حج و نماز عبادت تا یک طرف گذار. یاد داری که یک روز از قدرای خاره گرفتی و نیت گرفتی که در پای یک برادر من نخلد، در پای یک انسانی که به مسجد می آید نخلد. از این خاطر گرفتی. همین عمل تو نزد ما پسند آمد، ما تو را در جریده جنتی ها نویساندیم. تو را ما برای تو قصر برای این عمل چیکار کردیم؟ برپا کردیم.